پلیس پاکستان از مکان بمبگذاری انتحاری در نزدیکی کنسولگری ایران در شهر پشاور گفت که بمبگذار انتحاری خود را شام 24 فوریه در حال منفجر کرده است که کارمندان خدمات امنیتی او را برای تفتیش منع کرده بودند. در این حادثه 10 نفر دیگر هم زخمی شده است. در جای حادثه 2 بمب ناترکیده آشکار و بی‌ضرر کرده شد. گروه بین المللی طبیبان بدون مرز در یک نشست مطبوعاتی در کابل پایتخت افغانستان گفتند که دسترسی به خدمات طبی در بخش عمده افغانستان همچنان محدود باقی مانده است. این گروه با اعلان نتایج پژوهش در 4 ولایت افغانستان گفت با آنکه یک پیشرفت در ساحه طب در 10 سال اخیر به مشاهده می رسد، اما وضع همچنان بحرانی است، زیرا مقامات هدفهای سیاسی و نظامی را بالاتر از نیازهای بشری می گذارند. در گرجستان 93مین سالگرد غصب این کشور از جانب شوروی برگزار شد که سال 1921 انجام شده است. پرزیدنت گرجستان گیورگی مارگلاشویلی از مکان یادبود اسکران گرجی در تبلیسی بازدید کرد که با ارتش سرخ جنگیده بودند. در مرکز دستنویس‌های ملی نمایشگاه بخشیده به جمهوری مستقل سوسیال دموکراتی گرجستان برگزار شد که آن از سال 1918 تا سال 1921 تا زمان هجوم شوروی عارضی وجود کرده بود. دادگاهی در پایتخت تاجیکستان سردبیر نشریه آزیا پلوس را با اتهام تحقیر زیاییان تاجیک به مبلغ 30,000 سامانی یا $6,000 جریمه بست. سردبیر نشریه آزیا پلوس اولگا توتوبالینا در یک مقاله خود از ولادیمیر ایلیچ لنین اقتباس آورد که زیاییان را شدیداً انتقاد کرده بود. توتوبالینا ادعا را رد کرد و گفت که بر علیه حکم دادگاه مبارزه خواهد کرد. ائتلاف سازمان‌های غیر دولتی در قزاقستان جایزه سالانه خود را در بخش سهمگیری در دموکراسی با 2 خبرنگار مخالف دولت، 1 سیاستشناس و 2 فعال سیاسی تقدیم کرد. یکی از جایزه‌داران لقمان احمدیاروف بود که در رشته گزارش‌های پژوهشی عایده فسادکاری در منطقه شناخته شده است. 2 سال پیش او مورد هجوم قرار گرفت و گفته می‌شد که این هجوم در زمینه سیاسی انجام شده است. در بلاروس باشد موج مخلصان و ارکستر نظامی از ورزشگران این کشور استقبال کردند که بعد ختم بازی‌های المپیک سوچی با مدال‌ها به مینسک برگشتند. داریا درمچووا که در سبقت بیاتلون در بین زنها مدال طلا به دست آورده بود، همراه با 2 ورزشکار دیگر آلات سوپر و آنتون کوشنیر از پذیرایی مخلصان خوشنود شدند. ورزشکاران بلاروس در مجموع 6 مدال را در سبقت‌های بیاتلون و لیژرانی از سوچی